یا آبروی تی خلا داشتی، یا آبروی تی خلا داشتی. هیچ برنسی دیگه. بالاخره رسیدیم به منزل مادر، یکی از روستاهای استان کوهگیلویه و بوی رحمت. 2 روز به من وقت بدی دیگه توی خونه راحت زندگی میکنی. فکر کن منو محمد علی پسرت فرستاده. هم اولایمی هم شد خدا پشت بند بود. من همیشه چهره افرادی که به سراغشون میریم رو میپوشونم، اما این بار اجازه بدین که این کار رو انجام ندیم، چون ما به سراغ مادر قهرمان وطنمون اومدیم. با افتخار چهره مادر رو نشون شکر خدا، شکر خدا. هزاران گل شکفت و خفت بر خود عزیزم. سعی کردیم که تمام امکانات رفاهی واسه مادر فراهم کنیم. دست واکن بپا کن بیرق. انجام وظیفه شد برادر، دعا میکنم.